بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. دارالعلوم مکی زاهدان بنیانگذار این مرکز حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی بوده که از چهره‌های جهانی و شخصیت بسیار بزرگ بوده است. ایشان هم کلنگ این مدرسه و اساس این مدرسه را ایشون زده و گذاشته است. دارالعلوم زاهدان به عنوان بزرگترین مرکز علمی و دینی اهل سنت ایران در سال 1349 هجری شمسی به دست رادمرد دعوت و ارشاد علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه تأسیس شد. مدیریت این مرکز پس از درگذشت ایشان در سال 1366 رسماً بر عهده شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله قرار گرفت. دارالعلوم زاهدان که در بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت دارد، در ساختار خود بعد از مدیریت با 4 معاونت اداری مالی، آموزشی، فرهنگی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش اداره می شود. در این مرکز علوم اسلامی بیش از 1000 طلبه برادر و همچنین 1000 نفر در بخش خواهران مشغول به تحصیل هستند. مدت عمومی تحصیلات حوزوی 10 سال و دوره تخصصات به 2 سال می رسد. دارالعلوم زاهدان در امور اجتماعی نیز فعالیت‌های چشمگیری دارد که بدین منظور دارالافتاء برای پاسخگویی به سوالات شرعی، دارالتحکیم و شورای حل و اختلاف برای رفع اختلافات و مرافعات مردمی، مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران برای بررسی مسائل جدید تأسیس شده‌اند. این مرکز با راه اندازی درمانگاه خیریه حضرت خدیجه با ویزیت روزانه بیماران را با نازلترین هزینه تحت درمان قرار می‌دهد. همچنین مؤسسه خیریه محسنین با فعالیت‌های گسترده خیریه از جمله اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های بی‌سرپرست، نیازمند و ایتام و صندوق قرض الحسنه عزیزیه با اعطای وام‌های بدون بهره به متقاضیان، رسیدگی به وضعیت اقشار کم درآمد جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است. بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی مردم در دارالعلوم زاهدان پیگیری و حل و فصل می شود. به طوری که در حال حاضر بخش بزرگی از اهل سنت ایران
در تصمیم گیری ها و موضع گیری های سیاسی اجتماعی خود به این مرکز چشم دوختند. سال 50 اینجا رسما درس و تدریس آغاز شده است، یعنی خدمتش حدود 48 سال خدمت این مرکز است. دارالعلوم زاهدان در کنار توجه به آموزش علوم دینی، از توجه به نونهالان، دانش آموزان و دانشجویان نیز غافل نمانده است. تأسیس مهد کودک و آمادگی، دفتر امور دانش آموزی و دفتر امور دانشجویی و برگزاری دیدارهای سالانه دانشجویان اهل سنت کشور و تهیه خوابگاه دانشجویی با امکانات رفاهی و علمی آموزشی برای دانشجویان توسط این دفتر نمونه‌ای از توجه به این امر است. فعالیت پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین به 5 زبان زنده دنیا، انتشار فصلنامه بین‌المللی ندای اسلام، ماهنامه عربی صحوة الاسلامیه، دفتر امور تحقیق و ترجمه و دفتر انجمن فکر و اصلاح به منظور تشویق طلاب برای انتشار نشریات تجربی بیانگر توجه این مرکز به فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی است. کتابخانه دارالعلوم زاهدان با حدود 50,000 جلد کتاب و استفاده از سیستم جدید کتابداری همه روزه میزبان طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف مردم است که از فضای علمی این کتابخانه استفاده می‌کنند. دارالعلوم زاهدان دارای 10 شعبه در مناطق مختلف است که حقوق اساتید و هزینه طلاب توسط این مرکز پرداخت می‌گردد. این مرکز بزرگ علمی اجتماعی از ابتدای تأسیس خود بدون دریافت هیچ کمکی از سوی حکومت و نهادهای دولتی تنها متکی به خداوند و مشارکت‌های مردمی است. نیاز هست که اهل خیر و مسلمانان حمایت کنند تا این پروژه ساخته بشه و انشالله کار به راحتی پیش برود و عمل باقی و باقیت الصالحات برای اهل خیر و برای مؤمنین و مؤمنات باشد. موفق باشید انشاءالله.